وقتی از کسی ناراحت میشین به رو خودتون نمیارین؟ یعنی که باش مطرح میکنین مثلا فلان رفتارت، فلان حرکتت منو ناراحت کرد. چیزی که خیلی اوقات ما باهاش درگیر میشیم. به نام خدا دوستان عزیزم سلام، من مهدیه حشمتی هستم. امروز میخوایم راجع به دلخوری های پنهانمون صحبت کنیم. اتفاقهایی که ممکنه حالا قسمت زیادش سوء تفاهم باشه، اما ما تو زندگی باهاش درگیر میشیم. مثلا پیامی رو برای شخصی میفرستیم و حالا اون فرد حالا یا مثلا یه استیکر میفرسته، حالا استیکرش ممکنه حالا دستش خورده باشه یا اینکه اصلا پیامو نخونده باشه، یه جوابی داده باشه. مثلا دنیای امروزمون با گسترش شبکه‌های اجتماعی این اتفاق و این سوء تفاهمات خیلی زیاد پیش میاد. چرا این سوء تفاهمات پیش میاد؟ چون ما یک قسمتی از اون فرد مقابلمون رو نمیبینیم، یک قسمت که حالا شاید بیشتر، اصلا کلا شاید ما اون فرد مقابلمون رو اصلا نبینیم، فقط یه پیامی رو داریم ازش دریافت میکنیم و همون پیام میتونه برای ما کلی سوء تفاهمات ایجاد کنه. مثلا توی شبکه‌های اجتماعی یک دفعه میبینیم فردی عکسش برداشته میشه و این کلی برای ما سوء تفاهم ایجاد میکنه. مثلا ممکنه ببینیم پیامی که براش فرستادیم تیک خورده اما اون طرف جواب نداده و همین ممکنه هم نگرانی برامون درست کنه و هم سوء تفاهم که چی شده، چه اتفاقی براش افتاده. دنیای امروز استرس های خیلی زیادی رو به ما وارد میکنه و این استرس ها از طرف اطرافیان هست، از طرف تجربیات هست، از طرف همه چیزهایی که به ما یک سری اطلاعات رو میده به وجود میاد. بنابراین وقتی که ما مواجه میشیم با یک موضوع و ذهنمون شروع میکنه به داستان سازی و که حالا چه اتفاقی افتاده، چی شده که این تجربه رو داشتم، چی شده این فلان رفتار رو داشته و شروع میکنیم از درون این موضوع رو حلاجی کردن بدون اینکه مطرح کنیم با طرف مقابلمون، بدون اینکه بهش بگیم که آیا فلانی این چیزی که الان اتفاق افتاده جریانش چی هست. خودمون ذهن خودمون میاد این قضیه رو پردازش میکنه، خودمون برای خودمون دادگاه میگیریم، خودمون میشیم قاضی اون دادگاه، میشیم وکیل مدافع اون دادگاه، میشیم متهم و خودمون هم میایم این قضیه رو کاملا میسازیم و ساخته و پرداخته میکنیم و حکم رو اجرا میکنیم. در نتیجه اجرای این حکم چه کسی آسیب میبینه؟ خیلی اوقات خود ما آسیب میبینیم، چون طرف مقابلمون که از این اتفاقی که افتاده خبر نداره. خود ما هستیم که داریم اونجا آسیب میبینیم و تبدیل میشیم به یک انسانی که مرتب داره خودخوری میکنه، مرتب داره اون قضیه رو برای خودش حلاجی میکنه. دوستان عزیز، ما احساسات رو به صورت خالص و کامل دریافت نمی کنیم. مثلا اگر شما کسی رو دوست داشته باشین و عاشق اون فرد باشین، احساس عشق رو به صورت خالص و کامل دریافت نمی کنید. احساس عشق همراه اون یک سری زباله داره. زباله های عشق چیا میتونن باشن؟ ترس از دست دادن. اگر شما عاشق کسی نباشید که نگران از دست دادنش هم نیستین. ناامنی. اگر که شما عاشق کسی نباشید که نگران نمیشین که این رفت فلان اتفاق براش افتاد و اون احساس ناامنی براتون به وجود بیاد. اگر که کسی رو دوست نداشته باشین، شما استرس و اضطراب نسبت به اون فرد ندارید که الان از خونه رفت بیرون چه اتفاقی براش میفته، آیندهش چی میشه، فلان میشه. تمام این چیزهایی که همراه عشق برای ما به وجود میاد زباله های احساسی اون عشقی هست که داریم تجربه میکنیم و ما خیلی اوقات گرفتار این زباله های احساسی میشیم. لذت استفاده از یک نعمت بسیار کوتاه و زودگذره. من به عنوان مثال مصرف یک میوه رو براتون مثال میزنم. مثلا شما زمانی که یک میوه خوشمزه رو میل میکنید، پوست اون میوه رو جدا میکنید و میوه رو میل میکنید،
لذت خوردن اون میوه با آخرین لقمه‌ای که از اون میوه مصرف میکنید تمام میشه و دیگه لذت اون میوه براتون باقی نمیمونه. اما شما مواجه میشین با یک بشقاب پوست و زباله های اون میوه. مثلا در نظر بگیرین یک مهمونی دادید و توی اون مهمونی غذاهای مختلف بسیار خوشمزه، زیبا و جذاب رو سرو کردین. غذاها سرو شدن و چیزی که باقی مونده، اون هم لحظه که غذا تموم میشه دیگه لذتش هم همراهش میره. دیگه تمام شد. شاید اگر ادامه پیدا کنه با حالت بدی باش مواجه بشیم. نه تو رو خدا دیگه نیار، دیگه اصلا حتی تحمل دریافت غذای دیگری هم نداشته باشیم. وقتی که اون مهمونی تموم میشه ما مواجه میشیم با یک سری ظرف‌های کثیف و زباله‌هایی که از اون خوراکی‌ها باقی مونده. خب آیا به خاطر میاریم اون لحظه که او چه غذای خوشمزه‌ای بود و چقدر عالی بود، چقدر فلان بود و اینا، و آیا اون تجربه رو داریم یا میگه وای چیکار کنیم با این ظرف‌های کثیف، چیکار کنیم با این همه آشغال سریع آشغال‌ها رو جمع می‌کنیم و از خونه بیرون می‌کنیم به خاطر اینکه اون فضای خالی ایجاد بشه. اما آیا درونمون رو هم همین کارو می‌کنیم؟ آیا زباله‌هایی که درونمون اتفاق میفته، زباله‌هایی که در نتیجه اون تجربیات احساسی خوشگل و خوشایند برامون به وجود میاد، آیا اونا رو هم بیرون میریزیم یا اونا رو نگه میداریم؟ خیلی وقتا ما زباله‌های احساسیمون هست که بهمون آسیب میزنه. مثلا طرف عاشق یک کسی شده که این حالا اصطلاح زیاد هست بین آدما، میگن طرف امروز عاشق فردا فارغ. امروز عاشقه و داره اون تجربه، اون احساس قشنگ رو داره، فردا چی؟ فردا مواجه شده با زباله‌های اون احساس قشنگ و این باعث میشه که از اون چیزی که تجربه کرده و احساس خوشایندی براش به وجود اومده فارغ بشه، حالش بد بشه، نتونه تحمل کنه. زمانی که ما با این مسائل مواجه میشیم، این میشه پایان اون احساس خوشایند. اگر که شما مواجه بشین با یک عالمه زباله که دور براتون ریخته، آیا میتونید درک بکنید اون لحظه تجربه لذت هایی که داشتید؟ مثلا اگر که با شریک زندگیتون هست، آیا اون تجربه میاد سراغتون؟ خیلی اوقات میبینیم نمیاد، چون خیلی از افراد زمانی که با یک چنین شرایطی مواجه میشن حرفشون اینه که یک روز خوش نداشتم. 30 سال زندگی کرده، 7-8 تا بچه هم داره و میگه یک روز خوش نداشتم. اگر که به این موضوع دقیق بشیم و فکر بکنیم، میشه آدم توی 30 سال 30 تا 365 روز حساب کنید یک روز خوش نداشتن چیه؟ چون اون لذت ها زود گذر بود و تمام شد رفت، اثری ازشون نیست. حتی توی این مدت یک آغوش نداشته، یک بوسه نداشته، یک کلمه خوشایند نشنیده. قطعا شنیده، اما چون خیلی زود گذر بودن اونا رفتن و تموم شدن و این زباله هاست که الان حال اون فرد رو گرفته و اجازه نمیده حتی یادآوری کنه خاطرات قشنگش رو. بنابراین چیزی که به زندگی ما آسیب میزنه نگهداری اون زباله هاست. اینکه ما تجربه احساسات مختلف رو داشته باشیم خیلی خوبه. اصلا ما زمینی شدیم و به دنیا اومدیم که این تجربیات رو داشته باشیم، تجربیات این احساسات رو داشته باشیم. اما باقی موندن و نگه داشتن اون احساسات هست که به ما آسیب میزنه. شما با این موضوع تا الان درگیر شدین؟ تا الان شده یه همچین تجربیاتی داشته باشین؟ اگر که آره، لطفاً در کامنت ها برای ما توضیح بدین که چه تجربه‌ای رو داشتید و چه احساس خوشایندی رو تجربه کردید که در کنارش زباله هاش رو نگه داشتید. لطفاً اینا رو در کامنت ها بنویسید و بیایم این بحث رو در کامنت ها ادامه بدیم تا ببینیم همه ما چه تجربیات مشترکی در زندگیمون داشتیم. لطفاً کانال ما رو سابسکرایب کنید، لایک کنید و همراه ما باشید. در ادامه و در ویدیوهای بعدی در مورد مدیریت احساسات براتون ویدیوهایی در نظر گرفتم که بذارم، میتونه کمک کننده باشه، میتونه براتون راهگشا باشه. از اینکه تا اینجای ویدیو با ما همراه بودید ازتون سپاسگزارم.